شفه و شما که شما قدر گرم پذیرایی کردین واقعا ما در کویته شنیده بودیم از نام قماندان شفه ما خبر نبودیم و ما یه آرزو رو داشتیم که ما باید از نزدیک از چشم سر مشاهده کنیم و اینجا که رسیدیم راستیشه برای ما این بالاتر از او است که ما در کویته شنیده بودیم. واقعا حزب وحدت امروز افتخار تمامی حضرت است، در تمام جهان حضرت هر جایی که است حزب وحدت افتخار از او است. اما ما دیره ما بگم که افتخار حزب وحدت قماندان شفیع است و شما قهرمان است. بخاطر از اینکه همین حزب وحدت امروز در تمام جهان مطرح است، شهامت شما بوده، شهامت قماندان شفیع بوده، شهامت از دیگر قوما بوده. لحاظا ما یقین داریم که شما علمی شهامت را برای آینده هم دخل میدید و علمی رقم نام حزب وحدت که در تمام دنیا مطرح است و دیگر ما یقین داریم که حکومت افغانستان بدون حزب وحدت دیگر تشکیل شده نمیتونه. از اینکه حکومت شما رو نظر بگیره تشکیل شده نمیتونه. شما اون قهرمانی رو نشان دادید، شهامت رو نشان دادید که امروز ملت برای نه فقط در افغانستان زنده کردید بلکه ملت در تمام جهان زنده کردید. امروز شما را هر کس در تمام جهان کسی میشناسه میفهمن که ملت حاضر واقعا قهرمان ملت قهرمان است و اینا از حقوق و این وقت نبوده کار نکرده. طول تاریخ در زمان عبدالرحمن هم شهامت‌هایش در تاریخ ثبت است و این شهامت‌هایی که شما امروز نشان دادید این هم اون رقم که در تاریخ عبدالرحمن ثبت است امروز هم ثبت بشه. این را هیچ وقت قوم شما ملت شما فراموش نخواهد کرد. بذات وقت شما را نمیگیریم. بار بعد از شما تشکر کنم، از قماندان شفیع تشکر کنم که اینا بسیار صمیمانه پذیرایی کردن و از جناب غلام فقیه خان و دیگر بزرگایی که اینجا تشریف دارن از اینا هم تشکر کنم. اینا هم این زمینه رو مساعد کرد برای از که ما اینجا خدمت رسیدیم. و سلام. دیگه افسرهای خون، سربازای عزیز و رشید قوم، ما از کویته برای زیارت و دیدار رزم چهره های روشن بسیار قابل نظریش در خدمت شما و از طرف قوما که در کویته
خدمت شما رسیدیم و از طرف قوما که در کویتا اونجا هستند از طرف از اونا سلامای گرم از اونا را در خدمت شما تقدیم می‌کنم. جناب آقای حیدری و امیتر تمام اراکین تنظیم نسل نو هزار مغول در آرزو بودیم که یک مدت است که در آرزو بودیم که در خدمت برسیم. اتفاقات دیگه زندگی موفق نمیشدیم. خب شوق دیدار شما، شوق زیارت شما مورا کشانده و الحمدلله از روزی که اینجا در خدمت رسیدیم چیزی که شنیده بودیم برادران یقین کن گب ریانیه گب خداییه بسیار بسیار از او بالاتر دیدیم و میبینیم. این چهره های روشن ثبوت از این فراهم مونه که این جوانای قوم این سربازای قوم قلبان و روحان مطمئنه از کاری که کده و برای کاری که در آینده تیار هستند و بسیار معذرت می‌خوایم که از این ترتیبات که چون که ما زندگی در یک مملکت دیگه کردیم که جناب جنرال غلام سلطان از دیدن که همین ترتیبات عسکری یک نامه دیگه که ما آموخته از امو هستیم از روزی که آمده میکنم رو فرقه و تمام چیزا رو میشنیم کردم اینا اما تمیز از این تابالی ما نکردیم حقیقتا چطور بیا برادر. چوکی که البته به نام چوک شیر سرخ قندار بود که اینجا قبلا حزب اسلامی و بعدا اتحاد بعد از شورای نظار و بعدا به دست برادرای ازریزمو فتح شده الحمدلله توسط همین مجاهدین که قماندان پست دکتر اسماعیل است مربوط قماندان غلام مربوط قندیدو و یک دونه ماشین ماریبه‌ای دارن که از اینجا حوزه 5 سایه دیوان بیگ اینجا را مورد هدف قرار میدن. درست خیلی عالی. کی را دست آوردن این تقریبا مو در جنگ دوم. جنگ دوم. بله. این تلفات هم دادی؟ تلفات خود طبعا جنگی بدون تلفات نیه دیگه. بازم. اینجا که درگیری از من کردیم مردمای قندار و تخار و انشیر. خب روحیه از همین سربازای رشید قماندان شفیع ما خواهش چطور می‌بینی؟ از یا مثل فولاد است ماشاءالله نشای از را هستن دیگه اما تو که از را کوی شخ مردم شم شخ هستن انشاءالله ماشاءالله با اجازه خدا حافظ تو بله ها ما درون بخدره از بله میلی مزیم زد این زمینه جری و جواک شد که در روزایی که آتش بس نقش شد مو از این نقطه مواضع دشمن مکوبین با سلای داشکر این داشکر روسیه؟ این داشکر روسیه است که از راسای 5 مجاهدین از ما از جمعیت ها غنیمت گرفته. غنیمت گرفته؟ بله ماشاءالله. خب همین چیز ازی مرمی ازی هم بسیار است دیگه. بسیار خب روس دیگه در 14 سال تمام سرمایه خودش غرق کرده و غرب هم اینجا غرق کرده. سرمایه‌اش غرق شده. از قماندان شفیع رو بری کلا مواجه قرار گرفته. اما فعلا در مکتب خوشحالخان است که اونجا قرارگاه ضابط نعیم است از اتحاد اسلامی. غیر از اینکه جنگ شد باز کدام موضوع هر روز غیر از این دیگه سیلو را میگیریم و اکادمی ساراندوی پل تکنیک انترکانتیننتال و پریبلند و اینجا را تصدی برخی اینجا را زیر آتش میگیریم. خب این یک جنایت بسیار تکاننده کرده بود که 7 نفر از رئیس فدای ازره را اینجا اعدام کرده بود. با انتقام خونجویی از اونها اینجا حمله کردن برادرای ازری ازمو و اینجا را آزاد کردن. تا امروز از اون رسید 10 ماه مگذره که در دسترس مجاهدین حزب وحدت اسلامی افغانستان است و اینجا به نام قرارگاه شهید استاد علی رشیدی است که مربوط کندگی دوی قندی دو میفاد است. اینجا که شما می‌بینید سنگر یا بلنداج ذکرات است که سرای فاضل بیگ و قلعه جرنیل و حوزه 5 سرای راتی اینجا را مورد هدف قرار داد. موفق باشی. اون بیرقای اتحاد معلوم میشه بیرقای سفید به سری قلعه کسه.